روزی روزگاری قالقال در کلاسی با حضور مشنگ‌های فینیتو مشغول خالی بندی بود. من یه گاوی همی داشتم که گوساله‌ای زاییده بود که گوساله یرقان همی گرفتندی. ای وای بمیرم، کشتیش. طبیبان گفتند این گوساله به درد نمیخورد، بندازش در مجمع تشخیص مصلحت فینیتو. راست میگوید که خدا هر کی به درد نمیخوره را میاندازد آنجا. من گوساله‌ام را نزد کت خدا همی بردم. کت خدا دنب گوساله را به ریش خودش مالید و گفت آفرین آفرین، باورتان نمیشوندی. گوساله یک باره سرحال شدندی و ماما همی کردندی. عجب. ریش کت خدای وجب. اینا چیه؟ مگه اینجا طویله است؟ کت خدا دستمان به دامنت، گاوهایمان یرقان گرفته اند، دنبشان را بماچ تا خوب همی شوند. ای بابا، حالا قالقال یه خالی بس، شما گاوا چرا باور کردید؟ کت خدا شفا بده، یه چیزی هم به ما بده. عجب گیری کردی ما. آخ، دوره این خالی بندی ها گذشته، اینا که سهله. دنب همه گاوای طویله را ماچ کنی وضعیت را سریس نمیشه.